اون ایدئال یا قهرمان دارید که میخواهید با مثل همان شوید؟ نه ندارم. من در آینده مثل خودم شدن میخوام. من میخوام با اون برابر باشم. مادرم است، چون که او بهترین گنجی است که من دارم در حیاتم. من میخوام مثل قهرمان باکس محمد علی و رای جونز اینچنین مایک تایسون، چون که اونها شاه باکس داشتن. Кумира, у меня нет кумира, потому что, как сказал Ницше, не создай себе кумира. Ни на кого не надо смотреть, оглядываться. Нужно всегда смотреть и жить своей жизнью, идти своим путем. در زندگی من ایدئال اساسی استاد ساتم لغزاده می باشند، برای آنکه من وقتی اثرهای این استاد رو میخونم هر شخص و هر نفری که باشد در زندگی راه درست خود رو پیدا می نماید. شخصا من که کم کم به ایجادیات مشغول هستم، برای همین باز هم از اثرها و از ایجادیات های استاد ساتم لغزاده بهره‌ور شده ایجادیاتم رو دوام میدهم. اصلا برای چی همین فاکولته اقتصادیات رو من پیش گرفتم؟ برای چی که همین اقتصادیات بسیار از همین آدمان معروف رو دیدم، همین دایر به ساحه اقتصادیات، مخصوصا باراک اوباما، سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. من با همین شخص ها پیروی نموده میخوام که همین چیز خود را در همین سخن با مثل آنها موفق گردم. من میخوام که مثل حبیب نورگرمایدوف در همین بازی‌های همین چی بکسیاری جای اول را کشف کنم. میخوام پرچم جمهوری تاجیکستان را با سری بلند بردارم.